به نام یاد خدا. سلام و درود خدمت شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه جهان دنیا که هستید. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به چینل غزال نظری. خب دوستان عزیز، امروز کاملا یک برنامه متفاوت، جالب و دیدنی را میخوایم تقدیم شما خوبان عزیزان کنم. امروز تمام تیم لیلا در برنامه به خود دارم. یکی چه قسم تیم لیلا را به خود دارم؟ تا آخر برنامه با ما باشین ببینین که کیها در برنامه ما امروز اشتراک کرده یا امروز در برنامه با ما هستند، به شما هستند. خب تصادفی دیگه اینا رویم که طرف آمد لیلا جان دیدم، دختر فیلم ما فاطمه جان امیری را. امروز خواستم که اولین برنامه ما تقدیم شما خوبان کنم درباره سریال لیلا. سریال لیلا را شما همتون دیدین، با سریال آشنایی دارین و داستانش، قصهش حتما دیدین، فهمیدین که درباره چی است و یک دختر فیلمش در حضور شما، در خدمت شما هست. خب قسمی که سریال لیلا را همگی ما و شما دیدیم، تماشا کردیم، بدون از اینکه ما مثلا در سریال باشم به طرف درباره سریال لیلا یادآوری میکنم که واقعا یک سریال دیدنی، جالب و خوشایند بود. از هر لحاظ داستانش بسیار داستان خوبی داشت. گرچه 20 قسمت از 10 قسمت اولش به نشر رسید که همگی ما و شما شاهدش بودیم که واقعا داستان بسیار خوب، زیبا و خوشایند داشت که بسیار علاقمند جذب کرد، مردم از طرف خودکش کرد و مردم از دیدن سریال لیلا لذت بردن و خوش کردن. در قسمت اول سریال لیلا او قدر زیاد مثلا نقش ما خودم نقش نداشتم بودم، مگم امو نقشی را که به ما داده شده بود مثلا فقط خواهر لیلا هستم و قدر زیاد دیگه داستان سر من نمیچرخه. فقط داستان در این سریال سر فاطمه جان یا هم سر لیلا داستان میچرخید که همگی میگفت که چرا خودت دختر فیلم سریال لیلا نشدی. حالا میبینین دیگه در قسمت دوم سریال لیلا خودم به حساب چی میگه نقش مرکزی را دارم. در هر دوش دیگه نقش داشتم. خب نقش مرکزی ما که است مثلا در قسمت دوم سریال لیلا است که نه امشب هم دیگه یک قسمتش نشر شده بود و یک قسمت دیگهش هم به نشر میرسه و شما هم نظریاتتان برای ما شریک بسازین که سریال لیلا چه قسم بود. به نظر شما آیا از داستانش خوشتان آمد، نامد؟ از کدام قسمتش خوشتان آمد و از کدام کرکترها خوشتان آمد؟ و سریال لیلا واقعا اولین تجربه بود دوستای عزیز، چون پیش از این ما در سریال ها یا در کدام فیلم سریال اصلا ما نقش نداشتیم، کار نکرده بودم. اولین پیشنهادی که شد از طرف نوری صاحب، گفت که انت یک سریال داریم، همراه ما در سریال کار کن و ما هم رد نکردم. فهمیدم که قصه و داستان، نقش، تمام چیزش فوق العاده خوبش بود دیگه. یعنی به شخصیت ما هم کدام ضرر نمیرسد، به خاطر که اگر سریال لیلا را قسمت دوش مکمل شما ببینین میفهمین که قصه، داستان، گپ سر چی است، سریال سر چی میچرخه. و شما بگین که اولین قسمت سریال لیلا را دیدین چطور بود به نظر شما؟ از کدام قسمتش خوشتان آمد؟ و این قسمت هم که میبینین دیگه واقعا روز بارانی بود و هوا هم بسیار زیاد سرد بود که صدف جان یا هم سنا جان و کریم جان داخل خانه بودن و صحنه ما که بود در بیرون بود که بسیار زیاد در هم شده بودیم. گفته خانم فاطمه بیخیه که شد پت او شده بودیم و لیلا جان فکر کنم امون روز مریض هم شد، تب گرفتش دیگه، بسیار وضعیتش خراب شد. مگم نوری صاحب، آفرین حوصله نوری صاحب
که یک صحنه باور کنین دوستای عزیز که چندین بار مثلا از خاطر باران و هوا سردم بود و دیگه شمال هم بود، یعنی یک صحنه باور کنین که نمیفهم در چه وقت ما ثبتش کردیم، ریکارد کردیم، به خاطر که باران میبارید بسیار زیاد مشکل بود که همون صحنه ما در بیرون در باران بود که نوری صاحب و کامرامین از ما الهام جان، منصور جان که در پشت صحنه بودن فیلم برداری میکردن که واقعا کار مشکل دشوار است، مگر ما فرین برشان. و این قسمت هم که میبینین دوستای عزیز شاید دیده هم باشین که کریم جان و صدف جان دیگه اولاگ ثبت دارن. ما هم از کابل به پاکستان آمدیم، رسیدیم و اینیا دیگه تصمیم دارن که نه مریم جانشان میایه باید اولاگ بگیریم و مریم جان هم چنان در اولاگ به ما بیاید. و اینجا یک چیزی که بود، مثلا مادر جانم دل نادل برم مثلا اجازه نمیداد که ما وارد اولاگ شم، به خاطر که یک چند مدت میشه که من از سوشال میدیا دور بودم دیگه، در افغانستان بودم. و اینجا هم دیگه صدف جان و کریم جان ببینیم و هم اولاگ میگیرن و آمادگی چای دارن که مهمانشان از کابل میایه، یعنی با ما چای تیار میکنه، با من نه بلکه با مریمشان. ببینید دوستان عزیز، اینی صحنه باران بعضی کسا گفته بودن که نمی باران یک قسم نقلی است، نمیفهم که نقلیش چه قسم است. خوینمی باران هم میبینید دوستان عزیز بخی ریال حقیقت بود، یعنی دمی باران و خاله جان هم دیگه زنگ آمد برش. این دمی موتری را که میبینین مریم جان و لیلا جان و چی میگن خانم خدیجه که دمی سریال مادرم میشه آمدیم. و اینجا باور کنین دوستای عزیز امو صحنه را که به ما داده شده بود، یعنی اصلا تو صحنه عاشقانه نبود، یعنی صحنه عاشقانه اصلا مربوط مریم نمیشد. اوجا مریم کاملا بیخیال است از تمام دنیا، ای که در فکر چی است، مثلا این بارش رو که دور از وطن شدیم آمدیم مهاجر شدیم، فقط در فکر خیالات همی است. و اینجا لیلا جان که میره از مختار پرسان میکنه که خانه کریم جانشان در کجا است و این هم دیگه مختار که همون شت پتاو در زیر باران استال است، اونمو یک گپ است نیم چی میگم مثلا یک چیزی را که خدا میتوادم نمیگه که بچی کی هستی، همینجا است که مثلا مریم خداوند نصیب مختار میکنه. سیکو مریم ببینین که از موتر پایان شد، مریم اصلا از دنیا خبر نیست. و بعضی کسا گفته بود که مثلا مریم هم چطور چشم سفید بود در نگاه اول عاشق مختار شد. باور کنین دوستای عزیز اگر ببینین پورا سریال باز میفهمین این همی قسمت ما بخی از دنیا بخبر بودم، اصلا توجه فکرم طرف مختار نبود. واقعا اینجا دوستای عزیز باران به حد میبارید، شدید باران بود، بسیار تیز بود که لیلا جان پیش از او چندین صحنه را که گرفت بخی تر شده بود و من در موتر بودم، خوب بود، قدر زیاد پایان نشده بودم. و این هم دیگه خانه کریم جانشان که ما پشت از خانه میگشتیم. سنا جان ببینین چطور حوصله میکنه مهمانای ما چه وقت میرسه. فکر کنم همین قسمت است که میگه لالا کریم مهمانای ما چی شد، باران هم میباره و دمیجاست که کریم جان میایه به خاطر مریم جانشان بیرون. ببینین اینجا هم خانه خودتان فکر کنین با عیس یک هموطن با ما گفته بود. کریم جان بالاخره آمد. سعی کنین دوستایز ما اصلا بخبر هستم، خب بی‌طرف هستم. ببینین ما اصلا گناهی ندارم دیگه. سعی کن چطور عاشقانه سعی چطور طرف چی میگم عاشقانه سعی میکرد
اینجا اصلا مختار نبود، من فقط طرف سرک بیرون است کدام می باران فضا را مختار او طرف استاد بود. یام دیگه اسلام آباد فکر کنم مسجد فیصل است که بسیار جای مقبول است، حتما دیگه شاید بعضی کسا دوستا دیده باشه. عزیز اینجا که داخل آمدیم دیگه ببین اجابای ما تر بود و بعضی کسا گفته بود که اگر مثلا اجابای تانا میکشیدین تر بود چای میخوردین دیگه. اینجا اجابای ما تر بود. خب ما مجبور بودیم که مو لحظه رسیدیم باید میشتیم دم ما رو راست میکردیم. از افغانستان تا پاکستان آمده بودیم، گپ کم نبود و سنا جانم واقعا بسیار خوب مهمان نوازی کرد از ما و اینجا هم دیگه کنجکاو بودن در بین خواهر برادری که به دیگه سعی میکردن. مادرم اصلا دلش نیست که من دوباره وارد سوشل میدیا شوم، در سوشل میدیا بیایم. سعیست سنا جان. بالاخره مادر جانم اجازه داد. خب اینجا بود دیگه که داستان سریال یا هم از قسمت دوم سریال لیلا داستانش همینجا فکر کنین شروع شد. اما دردی را که یک نفر از دور از وطن میشه و وطن ترک میکنه، خاطرات خدا، آرزوهای خدا، خانه خدا، تمام چیزی را که در مجا دفن میکنه و از پیشش بیرون میشه میره. واقعا ما و شما که از وطن برآمدیم مسافر شدیم کار آسان ساده نیست. هر آدمی که هر انسانی که مثلا از وطن خود دور میشه فکر کو که بازو بسیار مشکل از زندگی کردن و اینمیجا باور به خدا کنین که ما واقعا احساساتی شده بودم. اما یک قسمت که میگم ما احساساتی شدیم نمیفهم که چی میگم، اونمو قسمت یعنی بیخی حقیقت داشت. ما در حقیقت احساساتی شده بودم. احساس که امو روز اول که من از افغانستان میامدم در حقیقت وارد پاکستان شدم، آمدم در خاک پاکستان بسیار امرای مشکلات دچار شدم، روبرو شدم که در این سریال شما باز میبینین قسمت های بدیشه که چی جریان داره، مثلا در زندگی ما چی مشکلات سر ما میایه، یعنی سرمریمشان. همینجاست که من تمام داستان و زندگی خود قسم میکنم و کسایی که از وطن دور هستن درک میکنن چقدر مشکل است ترک وطن و هم که مثلا در یک کشوری میری که سرنوشتت معلوم نمیباشه. خب وقتی که وطن آدم ترک میکنه فکر نمیکنم که تمام ما وطن ترک میکنیم. دیگه این تمام امتها تمام موضوعهای ما را همون دوران کودکی که استفاده کردیم تمامش ما اونجا دفن کرده از وطن بیرون شدیم. واقعا احساساتی شده بودم که گریان هم کردیم. سنا جان هم نقش بسیار خوب پیش برده بود و نگین جان همچنان نقش بسیار خوب پیش برده بود. همه تیم واقعا که چی میگم تمامشان خوب بود در کار خود. مگم من بعضی اوقات میگفتم که من فکر نکنم سریال قدر خوب پیش برده بتونم به خاطر که من تجربه نداشتم، بار اولم بود. مگم بازم نسبتا یک 80% خوب بودم، نه 20% دیگه شده و قدر تجربه نداشتم. چی میگم اونم باز قسمت ها بسیار به من مشکل بود که من مثلا اکتینگ کردن نمیتونستم، شرم میامد، یک قسم احساس شرم میکردم. و اینجا لیلا جان اگه ببین دوست عزیز باز میایم سر لیلا جان. بعضی کسا گفته بود که لیلا جان بسیار بی تربیگی میکنه، کار طفلانه را میکنه. اونمو نقشه برای لیلا جان داده بود که اونمو تو کار باید انجام بده. و لیلا جان با واقعا سنش خردم است. نگاه خیره ما درباره اون موضوع یا درباره فاطمه میری یک برنامه خاص میگیرم و شما باز درباره از او صحبت میکنم. مگم فعلا میخوایم درباره سریال لیلا گپ بزنم. و اینجا دیگه اما گشتیم بحث ما سر مسافری و دور از وطن است و اینجا من احساساتی شده بودم که گریه میکردم و
سنا جان به من دلپوری میداد که نه اگه آمدین تنها نیستی، کریم جان و من همراهت هستم. واقعا که باز بسیار کمک ها میکنه. یکی چی کمک ها میکنه باز ببینید که چقدر خوبی میکنه در حق ما. به ما خب مثلا پدر نداشتیم، برادر نداشتیم، دو خواهر و مادر هستیم که در ملک بیگانه پدر بلد هم نبودیم، زبان هم نمیفهمیدیم که تازه آمدیم. و لاله کریم خداوند خیر بده و سنا جان خداوند خیر بده که خانه خواه به ما دادن و بسیار خوبی ها کردن دیگه. سعی کنجا بس پیش تعریف دارم. خب ببین دوست عزیز، باران بود که اینجا ریملکایم سر کرده میکپ های ما سر کرده بود. واقعا باران شدید. ریملا را الله من خالی متوجه من تازه متوجه شدم که ریملا اونجا سر کرده، گل کاری کرده بودیم اونمون سر کرده که فاش شده بود. و اینجا مختار است دیگه، ما هیچ خبر نه. اونجا ولاگ میگیریم، چای میخوریم و اینی دیگه ده. فکر مریم است که واقعا خاله جان از شخصیتش و کرکترش بسیار انسان خوب است، با شخصیت است و نقش خان بسیار خوب پیش برد. گرچه فکر کنم که از خاله جان هم بار اولش بود سریال لیلا، مگم نقش خان بسیار خوب پیش برده بود. و مادر جان مختار بسیار یک خانم دوست داشتنی است. نمی‌فهم که درباره چی صحبت میکنن. فکر کنم درباره امی صحبت میکنه که بچه این وقتش آمده که باید به ما عروس پیدا کنی، که ما از کارهای خانه خسته شدیم. و بچهش هم مختار جان فکر میکنم میگه برش که وقتش رسیده که عروس آینده تا برد پیدا کردیم. چی میگه نمیفهمم، این قسمت یادم رفته. چی میگه؟ تو فقط برو کی هست ما هم تقیل میکنم لاغره بزرگ میماندار میشن از افغانستان. میمار از اوست. ببینین که امو قسمت مثلا مختار عاشق مریم میشه و امی گپه به مادر جان خود میگویه که نه خانه کریمشان مهمان آمده، یکی از ما از خدا کنه که نامزاد نباشه. مگم قسمتش خوب بود که دختر نامزاد نبود، مجرد بود. و اینجا دیگه درباره امو گپ میزنن، جربز دارن که باید مریم بعدش خواستگاری کنن. یکی باز چی میشه ببینین حتما. قسمت های دیگه سریال لیلا واقعا که جذاب، مقبول و خوشایند است. گرچه خودم هم در سریال کار کردیم، نقش داشتیم، مگم من دوست دارم که ببینم، اما بی صبرانه منتظر سریال لیلا می باشم، به خاطر که کارگردان بسیار زیاد زحمت کشیده. نوری صاحب آفرین به همتشان دیگه. هر قدر تعریف کنیم باز هم کم است. در شرایط سخت پاکستان که سریال ساختن کار آسان نیست و مشکل ترین کاری بود دوست عزیز که من خودم در پاکستان در پشاور زندگی میکنم. به خاطر ثبت سریال لیلا دیگه من مجبور شدم که اسلام آباد برم و در خانم بازی از مشکلات بود که مادر جانم تنها بود، مریض هم بود. مگم امو شوق علاقه که به کار خود داشتم، من تمام چیز ماندم رفتم اسلام آباد. ببینید لیلا جان اینمی قسمتش بسیار جالب است. قصه ما دوام داره، خب لیلا جان اینمی کارش بسیار بسیار جالب است. اینمی را اینات تا میبره. نمشکنه اینه لالچ که میگم، مطلب که میگم، میگه مریم جان امیر 5 سالشم، میگه چه وقت از سفارت به ما زنگ میایه. امو روز آمدیم، امو روزی میگه که چه وقت بس سفارت میریم و سفارت به ما زنگ میایه، یعنی بدلش اگه باشه ویزا و تیکت کلی چیزا دمو روز میخواست. باز گپ جالبشی بود که میگه اگه نشد میریم دوباره افغانستان. من دیگه چطور جدی هستم، ببینین قار هستم، اما تصاوم خراب، من دیگه در فکر زندگی و خانه و بود و باش هستم. و لیلا جان از دل گرم خود در قصه هیچ چیزی نی، فقط ابو شوخیاش میکرد
و سرگرم بود دیگه. اصلا در فکر چیزی نبود، هر چیزی میفتم باز میگه شوخی کردم. شوخی کرد. و ببینین لیلا جان واقعا از سن سالش خورده است، همون نقشی را که برش داده بود به مو سن سالش میخوان. و بعضی کسا گفته بود که غزال جان خودت چرا به جای لیلا جان کار نکردی؟ و لیلا جان که بعضی از حرکت ها را میکنه. اگر ما مثلا ببینین چری موضوع مثلا سن سال ما و لیلا جان فرق دارم، اگر به جای ما لیلا می بود یا ما به جای لیلا می بودم، اگر نمی کارا ما میکردم خب کلیگ میفو کلان دختر است رفته کارا اشتکانه میکنه. خب لیلا جان واقعا اشتک از 15 ساله 16 ساله در اشتک گفته میشنی اصلا قانونی دیگه پورا نکردم مترس. خب ببین من دیگه اینجا در چی فکر هستم و این شوخی خودم میکنه. سه که قسمت که باز میای و من چی میگم ببینین دوستای عزیز. اینجا خانم فاطمه یا هم مادر جانم برام میگه که اما پیسه داریم که مثلا یک چند وقت ما میشه ما پولم نداریم چه قسم خانه به کرا بگیریم یا چه قسم اینجا بود باش کنیم. من میگم که خداوند مهربان است تشویش نکن، به خاطر اگر ترا کدام چیز بشه باز ما چی کنیم. ملک مسافری بود از خاطر. خب مادر جانم رفت استراحت کنه و اینجا دیگه ما هم در فکر امی زندگی و خانه و پول پیدا کردن هستم. و اینه ببین من نمیفهم که این قسمت این بینیگه کم چطور آمت دراز آمده، نمیفهم چرا در اصل قدر دراز نیست که اینجا تکمه که تو دراز آمده. خب خیر بازم مقبول است. تنه دوستا فکر اینجا چی میگه؟ در دل مامات گفتم نمیفهم که ما یه در فکر چی خنده کردیم. شاید در فکر مختار باشم، نه در فکر مختار خانه بودم دوستا. و اینجا سنا جان با کریم جان هم رفتن که اولاگ بگیرن، یا دیگه یوتیوبر هستن اولاگر هستن اولاگ میگیرن دیگه. خودتان خود میفهمین اولاگرها که هر چی باشه باید اولاگ خود بگیرن. و اینیام آمدن بیرون به خاطر ما چی میگه ترکاری بگیره. چی گرفتن اینجا نمیفهم که این چیزا باز چشت ما خورده بودیم یا نمیفهم، شاید دنال چاشت خورده باشیم فکر کنم. و واقعا که سنا جان و کریم جان هم نقش خود بسیار خوب پیش بردن و یعنی قسم پیش بردن که در حقیقت یا با واقعیت این سنا جان و کریم جان خواهر و برادر باشن. در اصل تو نبود خب مقصد اما نقش خود واقعا که بسیار بسیار مقبول پیش بردن هر دویشان. و زیادتر کسا گفته بودن که مثلا در چیره هم میتن با هم که مثلا در یعنی که براستی خواهر برادر باشن. در حقیقت خواهر برادر نیستن مگن در سریال واقعا نقش خودم فوق العاده خوب پیش بردن. خب اینجا دیگه گپ میزنم درباره همی که مثلا مهمان داریم. خب دوستای عزیز نقش جمال که در حقیقت شوهر خانم فاطمه میشه که واقعا خانم فاطمه را من دوست دارم. خانم مهربان خوش اخلاق و با شخصیت است. و اینجا که شوهرش است مثلا نقش منفی را دارم. مثلا نقش منفیش چی است اینا من چیز نمیگم به شما در برنامه بعدی انشالله به شما میگم. اینجا زنگ میزنم به کریم جانشان که کرای خانه چطور شد و کریمشان هم برخطا میشه که فعلا خمرای ما پیسام نیست کرای خانه را چی بتیم بشد. ببینین دیگه چقدر اینجا سرسبز بود. اینجا واقعا یک پارک بسیار مقبول بود، پارک بسیار کلان بود. باز یک اوقات که شوتینگ خلاص میشد همراه دوستان باز میرفتیم دمی پارک میشتیم و یک چند لحظه قدم میزدیم. اینجا دیگه زیادتر افغان ها می آمدن
نگاه واقعا ساعت آدم تیر میشد. پارک بسیار مقبول بود، جای کلان بود. سعی که اینجا دیگه جمال با کریم جان زنگ میزنه، مسیج میکنه دوستای عزیز که کرایه خانه رو بده. واقعا در این شرایط سخت کرایه خانه پیدا کردن بسیار مشکل است. کسایی که کار ندارن، وظیفه ندارن و دفعتا هم که مثلا صاحب خانه بیایه که کرایه رو بده، داری نداری بتی برام پیدا کن، بسیار مشکل است. نگاه واقعا با خواهر برادر هر دوشون بسیار مشکل بود. و اینجا باران میبارید دیگه. ببین چیزای سرد پوشیده بود. آفرین. و ما که در اون باران ما چی میگه شوتینگ داشتیم، ثبت کردیم. و اینجا ما در فیسبوک فعالیت میکردم که یگان پست بود، تو رو ما پست میکردم. جاسوس اینجا شوخی کرد، گپ خدا گفت بود می شوخی کردم خواهر که واقعا قندوله که من دوست دارم، دختر خوبی است، در حقیقت هم تو شیرین زبان است. خب اینجاست که زنگ دروازه میایم. نه دروازه زنگ میخوره یا زنگ مثلا جمال در پشت دروازه می باشه، پشت کرای خانه آمده می باشه و اینجا نمیفهم که چی میگه. آقا تو هر وقت سلمه کار میکنی حالی معلوم میشه که تو خواهرم هستی. باز من میگم چرا پیش از این خواهرت نبودم؟ زنگ دروازه میگه که من برم، میگم نه تو نرو، چون بلد نبود. از خاطر ما مسئولیت خوار بزرگه اینجا هم ادا کردیم. ببینین این جمال از دیگه خدایی که چی قاره است، یک قار که همین لحظه اگه کریم در پیش روش میامد نامت خام میخوردش. ببینین که چی قار از دوستای عزیز. به خاطر چی که یک شهر اسکرای خانه سرش مانده. ببین چی قار است او خدا. اینجا که منم میبینم ما بعضی چی نسبت دارم یا ای به ما چی نسبت داره، ای چطور مرا دفعتا شناخت. ببینه اینه قسمته. سعی کنین جمال ببینیم که مریم تمام. خب هموطن گل نازنینم، ای بود سریال لیلا قسمت اول و چی میگم فصل 2 که اینجا دیدین که می چرا میگم مریم چی نسبت به ما داشت. صداش پخش کو. مرا چطور میشناخت دفعتا چون من تازه به پاکستان آمده بودم، مرا پیش از این ندیده بوده پاکستان. ای که ما و جمال با هم چی نسبت داشتیم، مریم با جمال چی نسبت داشت، چی آشنایی داشت، از کجا میشناخت، اینا شما در قسمت بعدی ببینید و شما هم در کامنت بگوین که جمال چطور مرا یک دفعه شناخت، نام گرفت مریم. این بود برنامه امروزی که تقدیم شما کردم. تا برنامه بعدی هر جا که هستین خوش خندان آرام باشین و قسمت بعدیش هم به شما نشر میکنم، منتظر برنامه باشین و چنل همچنان سابسکرایب کنین. خدا یار نگهدار.